جوان از بازار رد می شد، بالای دکان نوشته بود اصلاح و معالجه قلب. نوشته بود اصلاح و معالجه قلب. جوان حیران ماند، گفت اصلاح و معالجه قلب چگونه می شود؟ دید که داخل دکان یک پیرمرد نشسته هست، کهنسال نشسته است. رو کرد به این پیرمرد، گفت که ای پیرمرد، تو کسی هستی که معالجه قلبی و قلب را تداوی میکنی و معالجه میکنی؟ پیرمرد گفت بله جوان، من هستم. بیا داخل. دست جوان را گرفت برد داخل، پیش روی خود نشستان. بعد آهسته گوش راست خود را به دل این و سینه این جوان نزدیکتر کرد. بعد از این که نزدیکتر کرد به جوان گفت خاموش باش. جوان خاموش شد. بعد از لحظات گفت جوان، ضربان قلب تو تیز است، کمی تیز حرکت می کند. دوای آسان به نزد من است که قلب تو را معالجه بکنم. شما امروز آمدین که قلبتان چی بشود؟ چی بشود؟ معالجه بشود. پس دعا کنین که بعد از این که شنیدین این معالجه را و این نسخه اکسیر را از خدا بخواهین که خدا اول قلب مرا و بعد قلب شما عزیزان را معالجه بگرداند، اصلاح بگرداند. که ما هم خسته شدیم، شما هم خسته شدیم. ما بار بار نماز میخونیم نتیجه نمیگیریم، بار بار دعا میکنیم نتیجه نمیگیریم. باور کن بسیار جوانان خسته شده. ولی مشکل در این است که ما قلب ما مریض است. مشکل در این است که نماز میخوریم، با نماز خدا را میآزاریم. نماز میخونیم، با سجده الله را آزار میدیم. نماز میخونیم، نماز ما لنگ است، کور است، شل است. در نماز ما نورانیت وجود ندارد، چون نمازی که الله خواسته نمیخوانیم. و الا الله وعدهش صادق است. الله وعده ای که داده هیچگاه خلاف وعده عمل نمی کند و فقط ما مشکل داریم. بعد به جوان گفت دوای این درد دلتون از من است. جوان گفت من که دیوانه هستم، دیوانه وار به این سمت و به آن سمت میگردم که قلب من معالجه شود. ای کاش که این دوا را تو بدهی. این پیرمرد گفت دوایش به نزد من است، ولی تو عمل باید بکنی. چی باید کرد؟ عمل. اگر تو پیش دکتر بری، جناب دکتر صاحب مشکل قلبی دارم، مشکل روانی دارم، مشکل گرده دارم، به من نسخه بده، به من دوایی بده. دکتر نسخه را بنویسد دواهای خیلی پیشرفته، ولی تو نسخه را بالای سر خود بگیری بگویی که من مریضم، آیا تداوی میشوی؟ چی باید بکنی؟ برو دوا را از دواخانه بخر، بعد بیاور این را مطابق فرمایش دکتر تجویزش بکن، استفادهش بکن و چیزی را که دکتر منع کرده از اون منع شو. مولانا ما خو قرآن داریم بهترین نسخه، بله قرآن داریم بهترین نسخه، اما نمیشه قرآن را بالای سر خود بگیری که قرآن مرا شفا بده، قرآن مرا شفا بده. قرآن را باز کن که خدا چی فرموده. از دوا باید استفاده کرد و از پرهیز باید استفاده کرد تا اینکه درمان درد ما بشود. پیرمرد گفت من خود نسخه میدهم به شرط اینکه جوان تو از این نسخه استفاده بکنی. وقتی جوان گفت سر چشم، هر چی شما بگویید. گفت اولین دوایی که در این نسخه این است. ای جوان، رزق تو، روزی تو مقرر شده در آسمان، پس ناحق خود را خسته نکن. یک بار بگوین الله اکبر. پس وقتی این را فهمیدی دیگر دزدی میکند. وقتی این را فهمیدی دیگر به خاطر دزدی موتر مسلمان را میکشد، به خاطر موبایل مسلمان را میکشد. آیا کسی خیانت میکند که بداند روزی من در آسمان ها مقرر است؟ و فی السماء رزقکم و ما توعدون. الله در قرآن میفرماید رزق شما در آسمان است ای بندگان من. هیچ کسی در این دنیا تا رزق خود را کامل نخورد از دنیا نمیمیرد. پس چرا اینقدر ناحق خود را خسته کردیم؟ مال مردم نگفتیم، مال خود نگفتیم، سود نگفتیم، رشوه نگفتیم، حرام نگفتیم. از هر مسیری که به دست ما آمد برای این که شکم ما سیر بشود ما دست زدیم، به اون دروغ گفتیم، چل کردیم، فریب کاری کردیم، سر مسلمان فریب دادیم. به خاطر چی؟ به خاطر یک لقمه نان.
این پیرمرد به جوان گفت ای جوان، اولین دوای نسخه قلب تو این است که روزی تو مقرر است، پس ناحق خود را خسته نکن. آن کس که دندان میدهد میدانی میره ولی یقین نیست. میدانی آن کس که دندان میدهد نان میدهد. غمی روزی مخور، برهم مزن اوراق دفتر را، که ایزد پر کند پیش از طفل پستان مادر را. این دل ما سنگ شده، سنگ. این دل ما به ریگستان تبدیل شده. خدا بار بار تخم محبت به این دل ما اندوخت ولی نرویید. در بهاران کی شود سرسبز سنگ، خواب شود تا گل بروید رنگ رنگ. این دلها سخت شده، تبدیل به پتر شده، نمی شود به این ریگستان و به این سنگزار تخم بریزیم و این تخمها گل برویاند. نمی شود. باید این قلبها را نرم کرد. در این قلبها این نسخه نرمش می کند. گفت اول پسرم، جوان عزیزم، مادر بزرگوار، خواهر گرامی من، اولین دوای نسخه قلب تو این است که روزی تو متعین و مقرر است، پس خود را ناحق خسته نکن. دوم دوا. گفت ای جوان، تقدیر نوشته شده، تقدیر نوشته شده، نگران نباش. هر چیزی که قرار است اتفاق بیفتد پیش از این که من و تو به دنیا بیاییم اون نوشته شده. اگر مریض شدی از خدا شکایت نکن، چرا قبلا چی شده؟ نوشته شده. شاید خیر تو در این باشه. اگر دختر به تو نرسید، جوان زحمت کردی، نگران نباش، خود را خسته نکن، افسرده نکن. نگو که من خود را دار میزنم، میروم از این کشور بیرون. اون نوشته شده که مال تو نیست. اگر میخواهی ثروتمند بشوی نمیشوی، خسته نکن خود را، چون نوشته شده یک نان تو دو نان نمیشود. اگر ثروتمند شدی نگو به این و آن که اون از حرام پیدا کرده، بلکه چی شده؟ نوشته شده، تقدیر نوشته شده، نگران نباش. گفت این دوای دوم قلب توست. وقت قلب بداند که روزی من متعین است، وقت بداند که تقدیر نوشته شده، هیچ چیز تغییر نمی کند. اگر قرار است احمد فیروز یک روز منفجر شد، یک روز شهید شد، پس این نوشته شده، نگران چی هستیم ما؟ از مرگ فرار نمی شود، از تقدیر فرار نمی شود، از مرگ فرار نمی شود. پس چیزی که نوشته شده قطعا باید ببینی. تو امکان ندارد که از تقدیر فرار بکنی. و سوم نسخه ات گفت جوان من، دوست تو از تو عاجزتر است، فکر هیچ چیز را نکن. چه تکیه‌گاهی که در این دنیا برای خود جور نکردی. تکیه من والی هست، تکیه من وزیر است، تکیه من قماندان است، تکیه من 5-6 تا برادر قوی هست، تکیه‌گاه من پول و ثروت من است، تکیه‌گاه من قدرت من است. نه عزیز من، فقط یک تکیه‌گاه وجود دارد. کدام؟ به اون تکیه بکن که اون متزلزل نمی شود. به اون تکیه کن که نمی میرد. به اون تکیه کن هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون. چه تکیه‌گاه‌هایی بودند که امروز دیگر نیستند. در وقت مرگ تو هیچ کس نمیتواند هیچ درد را دوا بکند. همه کنار هم نشسته، دست بالای دست گذاشتن. پدر جان میکنه، میلیاردر است، پسر چیزی کرده نمیتواند. پادشاه جان میکنه، تمام رعیت نظاره میکند، چیزی از دستشان ساخته نیست، چون فقط باید یک تکیه‌گاه انتخاب کرد. گفت عزیز من، دوست تو از تو عاجزتر است، پس فکر هیچ چیز را نکن، به هیچ کس تکیه نکن، توکل به کی؟ الله.
گفت 3 چیز را عزیز من، قلبت را از 3 چیز پاک کن: از کینه، از حسادت، از ریا. امروز برادر با برادر نماز عید میخوانه، هنوز با برادر حرف نمیزند، با پسر کاکا حرف نمیزند. نماز جمعه میخواند، میرود به خانه به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد. بارها خواهرها تماس کشیدن که جناب مولانا، شوهر ما به نزد تو میآید، اما وقت وارد خانه میشود حیوان پیشش ارزش دارد، من ارزش ندارم، به من ظلم میکند. به الله قسم هر روز کسی به من تماس کشید، یکی از مادران ازدواج کرده، 2 تا یا 3 تا پسر داره، نمیدانم چند پسر داشت. گفت که جناب مولانا، من میخواهم از دست ظلمی که شوهرم کرده، میخواهم از خانه شوهرم با مرد دیگر فرار بکنم، آیا نکاح من میشود؟ واقعا این جای اوف نیست که مسلمان اخلاقش به اینجا رسیده. مسلمان آنقدر وحشی شده که زن از دستش داخل خانه آرام نیست، مادرش آرام نیست، پدرش آرام نیست. این کینه و بغض و عداوت این مرض قلب است. چون این قلب ما تداوی نمی شود؟ فرمود قلب را از 3 چیز پاک کن: از کینه، از حسادت. این کینه رخ نکرده به قلب علما، به دل علما. این کینه ها در بین علما هم هست، این حسادت بین علما هم هست. دعا میکنم پروردگار عالم تمام حسادت و کینه ها را از دل تمام مسلمین بردارد و از ریا قلبت را پاک کن. و بعدش فرمود جوان، قلب خود را با 3 چیز زینت بده. این قلب دیگر مخروبه و ویرانه شده، مخروبه و ویرانه شده. ایره چی پاک میکنه؟ امی چرک زیاد شوه چی پاکش میکنه؟ صابون به همراه چی؟ به همراه آب. نه، صابون به همراه آب باید بشویی تا چرک ها پاک شوه. پس میدانین که اگر قلب زنگار گرفت، اگر قلب چرک شد، اگر قلب غبار گرفت، اگر قلب آلوده شد، چی چیز پاک میکنه؟ ذکر الله و گریه های از ترس الله. مولانا خدا رحمتت کند. تا نگیرید ابر کی خندد چمن، تا نگیرید طفل کی نوشد لبن. طفل یک روزه همی داند طریق. طفلک از مادر دور شد، گرسنه شد، چی میکنه؟ گریه. مادر میداند که طفل گرسنه شده. در نیمه های شب مادر در آرامش خواب است. وقت صدای طفلش بلند می شود، دیگر کار نمی کند، مستقیم می رود به پستان خود را به دهن طفل می دهد. طفل آرام می شود. طفل یک روزه همه داند طریق، که بگرید تا رسد دایه شفیق. تو نمیدانی که دایه دایگان، کی دهد بگریه شیرت رایگان. بعضی ها میگن در مجلس مولانا گریه زیاد است. عزیز من، هر چه زور داری گریه کن، چقدر گریه میکنی گریه بکن. پشت این و آن نگرد. اونهایی که به تو میگن گریه نکن، اونها به پیامبر هم اعتراض دارن. گریه کن تا که خندان شوی. گریه کن تا نگرید طفلک حلوا فروش. بحر بخشایش کجا آید به جوش؟ نمیشود بدون گریه. طفل را آوردن، فریاد و گریه میکرد پیش حضرت شاه عبدالعزیز محدث دهلو. پدرش آمد پیش شاه، فرمود که دعا بکن، چیزی به این بخوان که این طفل شبها نمیخوابد، گریه میکند. یک بار شاه عبدالعزیز شروع کرد به گریه کردن. این پدر گفت من چی گفتم؟ من گفتم طفل من گریه میکند، چیزی بخوان تا گریهش بند شود. شاه عبدالعزیز فرمود بگذار که گریه کنن، چون چشمه های ما کور شده است. بگذار که گریه کنن، چون چشمه های ما خوش شده نمیگرید. بگذار که این طفل ها گریه کنن تا خدا رحمت بفرستد به ما. پس این گریه ها رسول خدا فرمود اللهم ارزقنی عینین تبکیان، خدایا 2 تا چشم گریان به من نصیب بگردن. فرمود قلب خود را با 3 چیز زینت بده. اول چیزی که زینت قلب تو هست راستی و صداقت است. چی هست؟ راستی و صداقت. قسمی که با الله صادق و راست هستی، با الله خود صادق و راست باش، با بندگان الله هم صادق و راست باش. دوم اخلاص. سوم یکی ششم بگوی. میشه یک چیزی گفت؟
تقوا. ماشاءالله، آفرین. 3 چیز را قلب را زینت باید داد. اولش بلند صداقت و راستی، هم با الله هم با بندگان الله. دوم اخلاص. سوم تقوای الهی. التقوا ها هنا. رسول الله اشاره کرد تقوا اینجاست. یگان کسی در ظاهر تقوا میکند ولی در باطن بی تقواست. در ظاهر باید تقوا داشت، در باطن هم باید تقوا داشت. پس فرمود قلب خود را زینت بده با تقوای الهی، با اخلاص. این قلب جلا پیدا می کند، این قلب منور از نور می شود. بعدش فرمود فرزند عزیزم، فرزند گل، با 3 چیز زندگی بکن: با زبان ذاکر، با قلب شاکر، با بدن صابر. با زبان ذاکر، با قلب شاکر، با بدن صابر. گفت فرزندم این هست نسخه قلب تو. اگر این را تو تجویز کردی و به این عمل کردی، پس از تمام امراض و دردها و رنجها و ناملایمتی های دنیا و بی صبری ها از همه نجات پیدا میکنیم. اون وقت دیگر غمگین نمیشویم.